بدل آفتابی ای محبت بدل آفتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت بدست ماکتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، درود به شما. برنامه آفتاب محبت تقدیم شما. این بار موضوع ما تاثیر شبکه‌های اینترنتی به حالت روحی و روانی نورسان و جوانان است. از این لحاظ ما دو نفر انسان‌های برومند جامعه را دعوت کردیم. یکی استاد دانشگاه دولتی خوجند سید محمد اولوف و دیگری عصبشناس، روانشناس، طبیب حاذق الهام قادیروف. ما را همراه باشید. با دستی ماکتابی ای محبت. البته امروز اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مثل یک سرعت کیهانی به پیش می رود. ما محدود کرده نمی توانیم، زیرا که جوانان باید که از آن استفاده برند و استفاده درست باشد. امروز اگر نظر کنیم به شبکه‌های اجتماعی، عموما اینترنت، یوتیوب، کانال‌ها، شبکه‌های تلویزیونی، فیلم‌هایی می روند که بجز زورآوری، بجز قتل و کشتار و غارت، یکون جهت تربیویش را نمی بینیم. عموما به دانش جوانان، به زندگی من بعده جوانان چی تاثیر میگذارد؟ اگر درباره شبکه اینترنتی گپ زنیم، این شبکه جهانی است. بله. همه مملکت‌های دنیا از این شبکه وسیع استفاده میبرند و آدمان تمام دنیا با شبکه اینترنتی با همدیگر هم مدد میکنن، هم از همدیگر معلومات میگیرن. من شبکه اینترنتی یک شرایط است که از آن انسان خیلی وسیع استفاده میبرد. دانشجویان، جوانان، حتی معلمان میتوانند با مدد شبکه های اینترنتی از کتابخانه های دولت های دیگر، از مرکز های علمی دیگر خیلی وسیع استفاده برند و از آن ادبیات ها گرفته روند تعلیم، روند درسی خودشان را تغییر داده و دانشجویان معلوماتی زیاد داده باشند. در اینجا خلاصه همین که با صرف کردن وقتی کم معلومات زیاد را قبول کرده به دانشجویان دسترس کردن اینترنت خیلی یاری کلان میرساند. پوشیده نیست که از شبکه‌های اینترنتی شخصانی هستند که باطناً آنقدر پاک نیستند، آنها استفاده برده، خصوصاً گروه های مخصوصی تروریستی است. بله. کدامی که آنها با واسطه تلفن ها شخصانی که اراده آنقدر مستحکم ندارند، آنها رو برای فایده خود برای استفاده بردن از شبکه ها استفاده میبرند. علاوه بر این شبکه های اینترنتی در خود همین خیل نمایش های را دارد که گروه های مخصوص مقصدی خود به اساس کرده آنها را به دنیا پهن میکنند. گرچنده که آن زیان دارد، ما گفتیم که اگر شبکه اینترنتی را شخص باطناً پاک انسان استفاده برد و مضمونا تمام دیگر، لیکن در دنیا گروه های هستند که زیان به کسان رساندن رو همچون درآمد مفتی پولی حساب میکنن. چون که گروه های هستند که در بعض دولت ها ناتنجی را به میان آوردنی نقشه میگیرن، لیکن بعضی آدم ها هستند که برای همین ناتنجی شدن پول های کلان صرف میکنن، برای همون پولی مفت را به دست گرفتن. اینها از شبکه‌های اینترنتی استفاده برده جوانان را، فکرشان را ویران کرده به گروه‌های تروریستی دعوت میکنند. بنابراین در وقت استفاده بردن شبکه‌های اینترنتی خصوصا جوانان باید از همین خیل حالت‌ها خودداری کنند. البته
بهتر می شود اگر جوانان از شبکه‌های اینترنتی برای تشکل دادن مهارت کسبی خودشان، برای بلند برداشتن دانش و معرفت کسبی خودشان وسیع استفاده برند. دور نیست های کناها با هم نشان میتین، من برنامه های تیک تاک با هم میبینید، حتی همین تلفنی که با اینترنت علاقه دارد و پیوستی دارد بعضی عائله های جوان را به ویران شده برده رسانده ایستاده است. گرچنده که نوار را در حالت تینجی گیرند هم مخصوص برنامه های هست که آدمان به لباس دیگر پوشاندنش ممکن، حالت های دیگر با آوردنش ممکن. از همان برنامه های استفاده برده مقصد خود به موافق کرده شخصانی گویا که با آنها تعبیدلشان نه یا دشمن حساب میکردگیشان را زیان رساندنشان ممکن. بنابراین برای آنکه جمعیت انسانی ما از همین گونه شکست و ریختی اینترنتی سالم ماند، ما باید برنامه های مخصوصی دقت جلب کننده ای که برای فایده جوانان استفاده برده می شود همانها را ساخته توانیم. من خیلی خرسند هستم که در شبکه های اینترنت بعضی آدمانی که در حقیقت غرور ملی دارند و باطنشان پاک هست درباره شخصانی بزرگ گذشته ما، درباره نیاگان، درباره خدمت‌های علمی کرده آنها و چندین عصرها از دیگر ملت‌ها پیش عالمان ما آن چیزی که اختراع کردگی بودند بعد از چندین سال در اروپا و دیگر جای اختراع کرده شدگی اکنون به واسطه اینترنت ما رو همین جوانان، همین آدمان صاحب علم معرفی کرده، معرفتی تاریخی خودشناسی خلق را بلند کرده ایستادند. این هم یک طرفی بهبودی شبکه‌های اینترنتی. گپ درباره آن می رود که انسان استفاده می برده چه مقصد دارد و برای چه او استفاده بردنش در کار. بنابراین من طرفدار آن هستم که همین شبکه‌های اینترنتی در اختیار انسان‌های من در دنیا، در اختیار آن انسان‌های باشد که فقط برای این آدمان نیکی، خوشی، خرسندی، میآوردگی اندیشه ها خودی استفاده برده باشد. اگر بینید به مکتب بچه‌ها من جوانان نورسان فکری آنها الکی ویران شده است، این شاید از تماشای چنین فیلم ها باشد یا شاید از تأثیری همون اینترنت، یعنی که از یوتیوب کانال ها همیشه فیلم ها رو میبینن آنها. باز طرف دیگری زیان اینترنت در همین است که جوانان را از کتابخوانی دور میکند. بله. جوانان را به یک‌نشینی مجبور میکند. از سبب آن که در آنجا برنامه های به جوانان معقول بودگی را بسیارتر که توصیه میکنند، جوانان با دیدن یک فیلم آخر میرسد فیلم دیگر آغاز می‌یابد، همیشه یک چند فیلم رو در یک نشست میبینند، لیکن وقتی عمر بیهوده گذشتنش رو بیخبر میمانند. خصوصا در خصوص حاضر ما گفتیم که در شبکه‌های اینترنتی فیلم هایی که فقط درباره ظلم، خونریزی دیگر، بنابراین در همین شبکه‌های اینترنتی در وقت استفاده بردن پدر و مادران البته نظارت کنند. البته اینه بینید فرزند این میوه قیمت‌ترین، شیرین‌ترینه که انسان به دنیا آورده است. اگر ما به همین روزگذرانی فرزند خود، وقت گذرانی فرزند خود به اعتبار باشیم، به اعتباری ما شما به دور پیری همان میزند. بله. برای آن که فرزندتان در وقتی معین به جمعیت در آمده شأن شما را نگاه می داشتگی شود، برای همان جمعیت طلباتش موافق شدن با وی کار کنند در کار، وی به مبلغ معین صرف کنند در کار که وی علم آموزد،
از جهت علم اگر باید تفکرا مستحکم باشد، اگر هر گونه این خل برنامه های اینترنتی عقل او را ویران کردن هم نمیتواند و آن را راه زده هم نمیتواند. تشکر استاد. به دست ما کتابی ای محبت. بیننده‌های عزیز و ارجمند، در مهمانی برنامه ما قرار دارند طبیب حاذق، عصبشناس، روانشناس الهام قادرов. من نظر شما به موضوع برنامه ما چی تاثیری روانی رسانده میتواند به ذهنی نورسان جوانان، به تفکر آنها؟ انسان احتیاج غذای معنوی دارد. معنی سری ما این به مانند یک متاعی که به خود آب را جمع میکند بله. و کدام نمودی رنگابه را شما دهید همون آب را میگیرد. تاثیرات شبکه های اینترنتی معلوم بیشتر اویدی موضوع اویدی بهبودی و خوبی این مسئله گفتگذار کردن و هر یک حتی کاری خوب انجامی بدم دارد. بله. و هم کاری بد نیست انجام خوب هم دارد و البته این از شخصیت خودی انسان وابسته است و انسان شخصیت خود را وابسته به جمعیت میگیرد. اول کودکی تولید شده خصوصیت تقلیدکاری دارد و با برابر دیدن در دیگران، در کلانسالان همون تقلید را میکند و آهسته آهسته این تقلیدکاری با ساخته شدن شخصیت خودی همون کودک، تشکل یافتن شخصیت خودی همون کودک منصوب می‌شود. برای همین برای اینکه ما یک کار رو یاد گیریم، ما اول از دیگران میبینیم، یاد میگیریم. مثلا یک کلاهگر کوزه را میسازد، برای اینکه شاگردانش یاد گیرند اول باید بیند، طرحی همان رو بیند، چگونه چی نمودی خاکه رو استفاده میبرند، چی نمودی گویم که دیگر خاکه ها رو همراه میکنند، لایابهش چگونه است، مثلا او رو چه خیلی پزاندن در کار، در کدام تصف پزاندن در کار، کدام رنگ رو به او زدن در کار. همین گونه با برابری دیدن یاد میگیرد. برای همون انسان خصوصیت آموزش در انسان خصوصیت آموزش است و انسان با برابری دیدن، شنویدن که این حسیات ها در انسان هست خود رو میسازد. البته وقتی اگر گویم که آیدی آداب گویم، هر یک چیزی که ما استفاده میبریم باید یک نمود دستورالعمل داشته باشد. هر یک مثلا تجهیزات ها هستن، شما برای اینکه برای استفاده بردنش یاد گیرید البته کاغذش هست، کاغذی که شما باید اول دستورالعملی که هست که شما در اون باید بخوانید و معلومات گیرید و چگونه او رو استفاده بردن رو کسب کنید و بعد آینده استفاده میبرید. همین گونه دستورالعمل هست. این دستورالعمل این پدر مادر اول آداب و ترتیب و رفتار و کردار و معامله هر یک فرزند، هر یک جوان، هر یک انسانی که شخصیت خود را میسازد اول اون میگیرد از پدر مادر. اگر آداب و ترتیب پدر مادر عالی باشد، علم و عملشان، معرفتشان، ادراکشان، رفتار و کردارشان به درجه گوییم که مثبت و انسان پروری و انسان دوستی داشته باشند، فرزند آنها نیز همین گونه میشه. برای چی؟ برای اینکه طریق گن به کودک داده میشه. ارثی است. برای همین هم میگن که به مادرش بنگر، دخترش رو بها میدهی. مادر چگونه باشد دختر نمونه میگن. همین گونه یا پدر چگونه باشد پسرش نمونه میگن. بسیار مرحله های نازکی که گویم که اویدی ترتیب و آداب و رفتاری گویم که استفاده بری حتی همین تلفن موبیلی و یا اینکه شبکه‌های اینترنتی از پدر مادر خانواده نیز وابسته است. اگر پدر مادر هر روز در خانه طریق تلفن گویم که خودشون را بند میکنند و در نظر چشم کودکان این چیز هست، البته کودکان شوق میکنند و میگن که برای من هم باید تلفن موبیلی باشد و من هم باید از اون شبکه استفاده برم. هرچند ممکن که برای وای کودک حاضر ضروریت هم ندارد. ما در پرکتیکه کاری خودمون بسیار دیدیم وقتی پیش من فرزندشون رو میبیارن، بسیاری وقت من تلفن موبیلی رو در فرزندشون میبینم
حالا که ما بسیار وقت بگیم که تا سن 16 سالگی از تلفن موبیلی عموما استفاده نبرند برای اینکه این تاثیر منفی نسبت سلامتیشان نیز دارد برای اینکه از خود موجهای الکترومگنیتی خارج میکنند ولی برای چی میدهند برای اینکه جیم شود گریه نکند میگن انا این مولتفیلم رو در تلفن موبیلی ببین حالا که وای چیز با برابر نگاه کردن به چشم کودک ضرری بسیار مادی میرساند البته در گویم که عنکبودی در عنکبودی سامانه های بسیار خوب هم هستند که از اون شما یک غذای معنوی هم میگیرید چگونه که من استاد گفتن تا این دم گویم که مردم ما رو همچون معرفگری مدنیت نمیش اگر که نشناختگی باشن هم حاضر همین سامانه ها معرفگری ملت شده است معرفگری خلق شده است در سامانه ها ما خبرنامه های نغز رو نیز میشنویم چگونه مردم ما ملت ما تاجیک مثلا در عرصه جهانی نام بردار شده است مثلا برای همین این سامانه ها نیز معرفگری ملت هم هستند بله و اون چیزی که ما وارد همون سامانه ها میکنیم این هم بسیار اهمیتی کلان دارد طرز درستی استفاده برای از همون مدنیت خانواده اهل عائله همون فرزند وابسته است پدر مادر چگونه باشد همون گونه حسابی فرزند میشود البته باز هم پیش دوره ها سامانه ها و یا اینکه تلویزیون ها کم در کم بودند مثلا در بگیم که 20 سال آخر حاضر در خانواده ما در آینه نیلگون قریب 300 نمود کانال ها هستند 20 سال 30 سال پیش این چیز قریب که نبود یک یا دو کانال تلویزیونی بود یک یا دو رادیو بودند خیلی مجله ها نسبتا زیادتر بودند معنی سری ما نیز قابلیت ذخیره کنی اینفورماسیون رو دارد از حد بر زیاد اینفورماسیون که وارد میشن این هم به ارگانیسم آدم نگاتیوی تاثیر منفی میرساند اینفورماسیون غلیظ است و یا یک اینفورماسیون فایده آور است البته افسوس که بسیار غلیظی ها نیز در سامانه ها هم نیز وجود دارد در همون تلکانال ها نیز هم وجود دارد حتی می شود که در رادیو ها نیز ما این چیز رو درک میکنیم برای همین هم مدنیت استفاده برای که تلفنی موبیلی و یا سامانه ها از روی نقطه نظری ما وابسته به اول اهل خانواده همین هر گونه حرکت کنیم فرزندانمون رو تا سن 16 ساله با این چیز اینقدر هم مسئولیت این چیز بگیم که حواله ندیم ما حاضر ما با کتاب های به حد بسیار همه نمود علم برای فرزندهای حاضره دسترس است نزدیکی 20 سال پیش در مکتب ها کتاب ها نمی رسیدن حاضر خدا رو شکر کتاب ها برزیاد کردن و اینفورماسیون ضروری برای آموختن علم برای آموختن ادب وجود دارد چگونه پرزیدنتی ما علاقه 3 مراتبه به خلق کتاب تحفه کردن اول قرآن بود بعد از آن کتاب تاجیکانی بابا جان غفورov بود و علامه من فردوسی رو کتابشون رو شاهنامه بیزوال رو با تمام مردم هدیه کردن تا اونی که مردم از علم از ادب واقف باشد همین شاهنامه و گویم که اون نویسنده هایی که از این پیش برای ما می نوشتن حتی در شاهنامه جنگ شاهان هست ولی اون جنگ تاثیرات عبرت داشت بله برای محافظت وطن ما برای محافظت وطن این یک دویم همون کاری که کسی دیگر کرده شما نکنید علاقه آداب است چگونه که بلخی میگوید که ادب را از بیادبان آموز برای همین هم اگر که ما در سامانه ها حتی یگان چیزی که ناجور نقص که داشته باشد بینیم ما کوشش کنیم که خودمون همون کارا نکنیم علاقه این آداب است همه چیز دستورالعمل خود دارد و ترتیب رعایت هم دستورالعمل ها نیز این علاقه آداب است این علاقه ایتیک است استتیک است برای انسان زیبا پروری زیبا شناسی زیبا پرستی اگر در محضنش پدر مادرش جای داده باشد اون گونه انسان هیچگاه انسانی نقص آور و انسانی که با جمعیت تاثیر منفی میرساند این گونه نمیشود افسوس است که برای تفکر و خیال های جوان های ما البته همین سامانه ها تاثیرات منفی خود را میرسانند و من
чанд муддат пеш мо бохабар ҳастем ки дар мактабҳо гӯем ки ҷавонҳо гӯё ҳамроҳ корд мегирану бо ҳам ҷанг мекунану бо ҳам ситеза мекунану мегӯянд ки агар мехоҳӣ дуньёро иваз кунӣ аввал аз худат сар кун. агар мо одобу услуби худро нигоҳ дорем ва ба як каси таъсири манфии негативии худро нарасонем ҳеҷ гоҳ ба мо ягон кас нуқси ноҷорӣ намеоварад. зиндагии инсон аз муошират ва рафтору гуфтораш зеб мегирад. агар рафтору гуфтораш чӣ гуна ки дар аваста гуфта шудааст пиндори нек рафтори нек гуфтори нек дуньё ҳамин гуна нек ва зебо мешавад. нигоҳи мо бояд некпарварона бошад. ба ҳамдигар бо муҳаббат бо меҳр бояд суҳбат кунем гуфтугузор кунем. ҳама он чизе ки мо мегирем ин ғизои маънавӣ аст ва ин ғизои маънавӣ барои майнаи сари мо бисёр таъсирот мерасонад. агар ғизои маънавии мегирифтагӣ мо ғализ бошад мо худ ғализ мешавем, шахсияти мо низ ғализ мешавад. вале аммо агар он ғизое ки мо мегирему ҳаракат мекунем маърифату идроку ақли худро боло монда худро месохтагӣ мешавем шахсиятамонро тайёр мекунем ва ба меҳр ва ба муҳаббат ба садоқат ба нисбат ба дигарон аввал нисбат ба худ баъд ба нисбат дигаро мекунем ҳамон гуна ҷавобу он суакси онро мо мебинем. бале вақте ки масалан гирем фарзанд ба ҳамин корҳо даст мезанад падару модар бояд ки чӣ хел мушоҳида карда тавонад тамонро ягон ҳолати рӯҳиш дигар мешавад ё ягон гуфтораш дигар мешавад ки як корҳои зишт ба даст мезанад. рафтори фарзандро падару модар волидайн чӣ хел эҳсос карда метавонанд ки вай фарзандашон аллакай рӯҳан вайрон шуда истодааст. албатта мо беаҳамият будани падар модар нисбат ба фарзанд аллакай нуқсовар аст. бояд мо кӯдакро ҳар рӯз нигоҳ кунем пурсуҷӯ кунем саволҷавоб кунем ба ҳам маслиҳат кунем. вақте ки кӯдак ситезаро сар мекунад аллакай донед ки ягон ҷои ҷома куҷои даридааст. боз ҳам фарзандҳо ғашёнӣ пайдо мекунанд қаҳр пайдо мекунанд бо ҷаҳл сухан мекунанд. мисол бисёри вақт аз сабаби қонеъ набудани дилхости фарзанд ҳамин гуна ҳиссиётҳо пайдо мешавад. барои мо бояд аз дили фарзанд огаҳӣ дошта бошем. чӣ мехоҳад мо ҳаракат кунем ки барои фарзанд дӯст бошем. ҳеҷ гоҳ бисёриҳо мешавад ки падар модарҳо фарзандашонро ситеза мекунанд ё ин ки пас мезананд ё ин ки мезананд ё ин ки хархаша мекунанд ва ё байни якдигар ҷанҷол мекунанд ки ин ҳама пеши назари чашми кӯдакон аст. умуман дар урфати мардуми тоҷик ҳамин гуна ҳаст ки меҳру муҳаббати мо бисёр вақт паси парда вале ҷангу ҷанҷоли оилавии мо пеши чашми назари кӯдакон ки ин сад афсӯс мо мехоҳем ки ҳамин гуна аст. ҳаракат карданаш дар кор ки падар модар агар талошӣ ҳам бошад пеши фарзандон ҳамин талошӣ набояд бошад. вақте ки падар ва ё модар нисбати ҳамдигар меҳр мекунанд муҳаббат мекунанд навозиш мекунанд дилёбӣ мекунанд фарзанд ҳамонро умс гирифта ёд мегирад оянда ба зани худ ва ё ин ки агар зан бошад ба шавҳари худ бо таъсири негативӣ ё ва нуқсовар муомилаи муносибат намекунад. барои ҳамон ҳам ин гӯем ки сарчашмаи ҳама ҳолатҳо ин оила аст. дар оила вақте ки оромиш ҳаст осудагӣ ҳаст вақте ки дилёбӣ ҳаст вақте ки дар оила тарс нест балки муҳаббат аст дар он ҳолат зиндагӣ осоишта мешавад дар он ҳолат оила беҷо намешавад. аз ҳама бадтарин чиз ин ҳолати тарс аст. вақте ки фарзанд аз падар метарсад ва ё аз модар метарсад майлу хоҳиши дилаша гуфта наметавонад барои ин ки аллакай ситеза нисбати ӯ ҷабр меоварад. барои ҳамин ҳам талош меварзад ба он шахсоне ки дили ӯро гӯш карда метавонад. одатан ҳамин хел мешавад ки дар сомонаҳо ҳамин хел гурӯҳҳои бадтарин ғализ фикру андеша дошта ҳамин хел фарзандҳоро мағрури худ мекунанд. барои ин ки онҳо ӯро гӯш карда метавонанд аммо падар модар гӯш карда наметавонанд. барои ҳамин ҳам мо бисёр вақт ба падар модар маслиҳат медиҳем ки фарзандони худро гӯш карда тавонанд чӣ мехоҳад ба чӣ мақсад мехоҳад мисол қонегии фарзанданашонро кӯшиш кунанд рӯи кор оваранд
تا معین تونن روی کار آورند، مصلحتی درست دهند، با معامله خوش، با گفتار خوش، با رفتار خوش، بی جنگ، بی هزل، بی هزیل می شود بسیاری فرزندها به یک قلچه های کمترین از نظر نگاه پدر مادر نائل میشن، ولی پدر میگوید که این هیچ است. نه، برعکس ما باید دستگیری کنیم، ما باید قوه های نیروی گویم که پوزیتیوی و یعنی که مثبت فرزند رو دیده توانسته فرزند رو به همون حواله دهیم که فرزند باز هم کوشش کند، حرکت کند و در زندگی شخصیت خود رو یافته سازد و ماند. یعنی که محیطی ما میسازد. خنده ما، تبسم ما، دلیابی ما، نوازش ما، گفتار ما، حرکت ما، یاری ما حتی به یک دیگر، این همه از محیطی ما وابسته، محیطی که ما رو تربیت کرد وابسته. برای ما در مکتب نیست همین چیز رو بسیار لکچه ها میگذاریم و در مکتب نیست همین گونه میگویم که حتی معلمان نسبتی گویم که فرزندانی که تربیت می‌یابند درست و خوش معامله باشه. ما بسیار وقت توصیه می‌کنیم که همین معلمان نیست محصلین را گوش کرده توانند، بها داده توانند، یاری رسانند، نزدیک کنند، مشکل نکنند. بسیار حالت میشد که از برنامه معلم بزرگ فقط درونی برنامه درسی که درس نمیدهد. معلم بزرگ هم از علم میگوید، هم از آداب میگوید. اگر همین هم از زندگی هم اگر همین معلمه های ما نیست، اگر همین گونه درس گذاری کنند، فرزندان درست به کمال. بله. یعنی که خشتی اول گرنیت میمار کش تا سریا میرود دیوار کج. تو سر آمد نیامدی، نخلی امید با ثمر آمد نیامدی، در انتظاری وعدت اندر رهی بخواه، مدی نگه زدیده برآمد نیامدی، مدی نگه زدیده برآمد نیامدی. گفتی که میروم به سمرقند نزد تو، بالله محلی نیشکر آمد نیامدی، بهری نثاری مقدمت گلشنی سخن، جان استنی فسرده برآمد نیامدی، جان استنی فسرده برآمد نیامدی. تا تو را از نویدی تو آنخا پیام داشت، با گوشم از وین خبر آمد نیامدی، 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 نیامدی،
نیامدی 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 با دستی ماکتابی ای محبت. اساسی زندگی انسانیت این محبت است، محبت. مهر است، عشق است، همین محبت. پس ایواز کرده میتونه جای این زشت کاری و جای این غارتگری و دست برداشتن و صدا بلند کردن ها رو نظر شما؟ البته افسوس اویدی این موضوع نیست، کمتر گفتنی هم که بسیار وقت محبت رو ما نادرست قبول میکنیم. بله. گاه همین خیلی میشد که محبت با یک از طرف یک دختر بچه نسبت به جوان یا که از طرف یک جوان نسبت به یک دختر بچه رو پدر مادرها ستیزه میکنن که گویا خودشون در محسن خود دلشون همین محبت رو نداشتن، یعنی که ممکن نیست ما محبت رو در قالب بیجا نشان میدهیم، در قالب انسان پروری و انسان دوستی نشان نمیدهیم. برای همین هم فهمیش ما نسبت به این نادرست است. ما همه فکر میکنند که لیلی و مجنون برای آن نوشته‌اند که من و شما دونیم که ما عاقبت ما همین گونه نشود. بله. محبت با اون وقتی که محبت از طرف پدر و مادر نسبت فرزند هست، البته از طرف فرزند نسبت به پدر مادر می شود. اون محبتی که ما می سازیم باید همین گونه باشد که بگذار او بی جواب باشد. محبتی بی جواب قدر دارد، محبتی که به جواب آمد اون قدرش رو گم میکند. بسیار افسوس میخوریم که وقتی که جوان مردان و یا که جوان دختران در محبتی خود جواب نمیگیرند، با نسبت خود به هر یک اندیشه های ناجور که نسبت به خود بهاگذاری منفی میکنند. ما کمپلکس میگیم که کمپلکس میکنن که گویا یگان نقص دارن یا ناجوری دارن و به هر کارهای بیجون نیست دست میزنن که این نادرست نامکملی فهمیش انسان است. برای همین پیش در مکتب ها درسی آدابنامه بود. همین از روی همین گفتنی که من کتابی قابوسنامه هست که منصور ممالی کیکاووس نوشته است نسبت به گیلانشاهی که پسرش هست برای تربیه پسرش. بینید چگونه شاه برای تربیه پسرش کتاب نوشته است که در آن پندها هست، قصه ها هست، حکایه ها هست که بهترین کتاب است برای آموزش. یک چیز را آدم یاد میگیرد. یک کاری بیجا شد و نکنید علاقه آداب و یا که اگر کاری بجا شد و به خوبی انجام می آورد و به مهر می آورد و به محبت می آورد او را نیز کنید، این یک انجام خوب است. برای همین هم ما توصیه می دادیم که جوان مردان، جوان دختران از همون کتاب مطالعه کنند، یک چیز آموزش کنند. برای چی؟ برای اینکه اینا خودشون آینده پدر هستند، مادر هستند، فرزند خودشون رو تربیت میکنند. همین زینه به زینه خودش جمعیت رو اول کلانو میسازند، بعد جوانو میارند، از جوانو با همیخه دریافت. برای همین هم ما کوشش کنند مهر و محبت را از خود دور نکنند. بگذار مهری سالم باشد، محبتی سالم باشد، عاقبتی سالم باشد، نه آنه که بعضی می شود که محبت نیز که بغو می کند. کلمه خود عشق نیز از کلمه عربی عشق گرفته شده است، یعنی که یک رستنی هست که دیگر رستنی را بغو می کند و پخش می کند و خشک می گرداند. گاه می شود که محبت انسان یک دیگری را خشک می کند که این هم نادرست است. برای من همه چیز معیار را دوست می دارد. محبتی بی خیانت باشد. همه چیز معیار را دوست می دارد. همین آدم اگر انسان همه حالت به معیار را نگاه دارد، زندگیش نیست به خوبی و به خوشنودی انجام می‌دهد. تشکر، سلامت باشید. یک جهان معنی برداشتیم. استاد ارجمند، شما چه اضافه کردنی هستید؟ عموما ما وطن داریم. آینده وطن برای هر یک صاحب وطن چیزی در کاری است. آینده وطن این محیط سازی، آبادی، خوشی، خرسندی و از خود یک میراث درست ماندن. همه این آمده با تربیه فرزند روبرو می شود.
البته تربیه فرزند وقتی زیاد در عائله باشد یک قسم در مکتب و در دانشگاه و در روند تعلیم است. مناسبت و اعتبار به آینده فرزند در عائله بلند شدنش در کار. عجایبی کار در همین است که جوانان حاضره که عائله دار هستند فرزنددار شدگی اعتبارشان به تربیه فرزندان آنقدر به معیاری که جمعیت حاضره طلب میکند کاسته شدگی. چرا که ما گفتیم یگان کاری به خودشان معقول پیدا شود اگر به حال کودک اعتبار نداده هم حتی از تلفن ها استفاده برده کودک را از خودشان سال دور میکنند تا که به آن حادثه ای که آن کس ذوق دارند و همون را دیدنی کودک آمده خلال میرساند. محض برای اون که همون چنابینی برای آدمی جوان از روی فهمشش ضرورتر تلفن کودک به میتید و یکان برنامه تماشا کنه و آدم بیخبر که و کودک دستش به تکمچه های تخمینی تلفن رسد کدام برنامه های دیگری که عموما به کودک زیان دارد در اکران پیدا نمیشه. درست. این را جوانان حاضر اعتبار به نمیگیرند. در حقیقت عائله برای فرزند تربیه دادنش پدر و مادر جوابگر. حاضر قانون قبول کرده شد که آینده جمعیت اگر ما بهبودش خواهیم فرزند رو از عائله تربیهش رو درست کردن در کار. حاضر ما گفتیم که البته پدر و مادر به اولش این که به فرق شدنش در کار نه که کودک او در کجاست و وقت رو چخل میگذرانه. اگر همین وقت استفاده بردن فرزندش رو داند و با در خودش آرزوی از فرزندش یک انسانی جمعیت میشناخته سازد و اعتبارش رو به تربیه فرزند بلندتر میکنه. اون میگن که حاصل رو در تیرماه میبینن. بهار به درخت پوری گل و تیرماه با هم دیگه ده هیچ خیل حاصل نشدنش هم ممکن. لیکن برای اینکه فرزند اگر به وای رسد و همچون عبرت از وای پدر یا مادر رحمت شنود برای وای تربیهش و اعتبار دادن در کار. بنابراین در وقتی تعلیم دادن در وقتی وظیفه خود را اجرا کردن ما باید از طلباتی و در نزد ما گذاشته روی نگردانده برای همون نقشه های دولتیه که وزارت معارف نزد ما وظیفه گذاری کردگی پرزیدنت مملکت همون نزد ما وظیفه گذاری کردگی برای همون ها را حل کردن ما همه طرفه کوشش کردن ما در کار. لیکن باری دیگر میگم خودشناسی ملی این یک از قوه های بزرگترینه که جوانان را از استفاده شبکه های اینترنتی غیر مقصدی نگاه می‌دارند. خصوصا پدران و مادران برای آینده فرزند خودشان به فرق شدنشان در کار نه از پی تربیت شدنشان در کار از پی علم آموزاندن شدنشان در کار. ثانی چقدر که پرزیدنت ما هم گفتن اقلا 2 زبان خارجی را دانستن در کار چون که طلبات زمان حاضره همین را طلب میکنن. حتی شبکه های اینترنتی هم از ما طلب میکند که یک چند زبان را دانیم. جمعیت حاضر به شبکه های اینترنتی وجود داشتن نمیتوند لیکن برای فایده جمعیت آبادتر شدن جمعیت آبادتر شدن مفکوره جوانان حاضره و بهتر شدن زندگی از این چقدر که معلم گفتن با آدابش استفاده برده توانستن در کار. و چی کار کنیم که جوانان ما همین سیاه و سفید را فرق میکردگی شوند؟ همچنین آیده شبکه های اینترنتی ما گفتن ممکن است که حاضر در شبکه های سامانه های اینترنتی ذهنی سنی نیز موقع خود را جای دارد.
طریق ذهنی سنئی گویم که هر چیزهای مجازی را ساخته شدند. من دنیای انسان از دو عالم عبارت، عالمی ریالیستی و عالمی مجازی، عالمی ساخته. از عالمی ریالیستی قدر و قیمتی بلند دارد. عالمی مجازی این عالمی ساخته. گفته می شود که فیلمنامه ها رو می سازند، مثلا یا که یکم برنامه ها رو می سازند، طریق دیدن این برنامه ها یا این فیلمنامه ها با برابر تقلید، مثلا یکم گویم که وقتی بود فیلمی بریگاده، بچه های جوان همون فیلم را دیده، یک محیط را ساخته، بعد دیگر فیلم ها یعنی که تقلید کاری نیست کردن، اما نمیدونن که اون عالمی مجازی از عالمی ساخته است. این یک تفکر و یک ایده غایه یک انسانه که برای ذوق شما کار میکند و وابسته از ذوق شما پول کار میکند و این به عالم هستی گویم که یگان علاقمندی هم ندارد و یا اینکه عالم هستی شما رو ساخته هم نمیتواند. برای همین هم ما بسیار پدر مادران توصیه میتیم که فرزند را از عالمی ساخته کمتر امین نگاه دارند و به عالمی ریالی حواله دهند. به فرزند یاد دهند. همه چیز از یاد دادن می شود. تا اونی که پدر مادر همراه فرزندش کار نکند، تا اونی که جمعیت عموما همراه جوانان کار نکند، گویم که ترقیات و آداب و ترتیب و رفتار و کردار و زیبایی معامله و معاشرات بین جوانان و حتی کلانسالان و بین یک دیگرشان زیب نمیگیرد. بینید امین ذوق فرزند رو بلند کرده توانستند در اونسی هر یک شخص ادراکناک و عقلدار است. وقتی که یک کودک مایده به شما سلام میگوید، وقتی که شما میگوید بارک الله احسن بر پدر و مادرت رحمت، علاقه حوصله همون کودک بلند میشه. برای آینده زندگی، برای ساختن زندگی یک حکایه گفتنی هم که گویم که یک تقدیر ساز است و انسان را همچون شخصیت میسازد. در یک محله بود از انسانی که بد جهل، بد قهر و بسیار زیان منفی خودش به همون جمعیت برسیده است و همون جمعیت بنیز یک آدم علمدار، عملدار، انسانی که از آداب و ترتیب و رفتار و گفتار واقف باخبر انسانی هم بود است و محله گویا یک جای میشوند و با اون شخصی که به همه تاثیرات منفی خود را میرساند، دیگران را دشنام میدهد، حقارت میکند، جنگ میکند، انسانی که تلاش است او را از محله دور کردنی خواستنی پیدا میکند و نزد همون آدمی که با علم و با معرفت و با یک ترتیب است میگن که از سببی که شما با همون شخص معامله میکنید ما همون شخص را از محله خود بیرون کرده نتوانسته سادهیم و ما میخوایم که شما نیز همراه او سخنگو نباشید، رد معرکه کنیم. بعد وقتی همین چیزا میگن اون آدمی علمی بود، آدمی با عقل بود، بعد میگوید که من با شما روزگی بیان کردن نمیتونم، لیکن یک شرط دارم. شما بخواید که همون انسان معاملهش، رفتارش، گفتارش، کردارش به مناسبت شما خوب گردد. البته ما میخوایم، اما و انسان اینگونه انسان نیست. بعد میگن که اینگونه باشد، یکم شرط من همین که نفرتی که درون شما به جا شد نسبت همون آدم، شما کوشش میکنید همون نفرت خود را از درون خاموش میکنید و با اون شخص با مهر نگاه میکنید. این یکم شرط. دوم شرط همین که همین شما 10 نفر باشد، من 10 نفری شما رو وظیفه دار میکنم. یکم شما میگن که شما از پگاه که دری همسایه خودتان هست برابری و همون انسان رو دیدن، یکم شده سلام میگوید، میگن که نه من سلام نمیکنم. دیدید غرور شما به خلل میرساند که معاشرت رو معامله کنید. اما اگر غرورتان رو خاموش کنید و سلام دهید، شما نتیجهش رو بعد 2-3 روز میبینید. بعد میگن که مالش از برای شما من همون غرورم رو خاموش میکنم، از پگاه به همون شخص سلام میگم. و دومشون میگن که شما اگر خوراک نغز میپزید خانهشون دراز میکنید. سومشون میگن که شما خانه‌تان به مهمانداری میکنید. چهارمشون میگن همسفر میشید. بعد همین خیال 10 نفر رو وظیفه گذاری میکنن. خلاص روز میگذرد، پگاه همون همسایه اولینش همسایه السلام علیکم سلام علیکم میکند که در حیرت میماند، جواب میگرداند اما در حیرت میماند که آین من که سلام نمیکرد.
برای چی امروز سلام گفت؟ من پگاه از این پیشتر سلام میگم، الکای بدرنش میگم. بعد دویمش روز دویم خوراکه دراز میکنن، میگن که زوجم خوراکی نقص پخته است، بیاد با مزه بود، خواستیم شما نیست چشید، برای شما هم دراز کردیم. حیران میمونن، میگن این همسایه با من معاملش نبود، رفتار نداشت، یگان چیز مبادله نمیکرد. امروز با خوراک پخته آمده است. خانه به میدرارن، خوراک میخورن، همراه زنشان میبینن که خوراک با لذت در حقیقت نست. بعد میگن که کاسش خالی نرود، تو نیز یگان چیز پس دراز کن. جواب گردوندن. روزی سیوم همسایه‌شان دعوتی میکنن، میگن که ما خانه معرکه داریم، معرکه میبیوید. وقتی که میآیند در معرکه فقط خودشون و زنشون، دیگر دعوتی نیست. حیرت میمونن، میگن که خیلی چه دیگر دعوتی ها کنی، به خاطر شما معرکه داریم. بعد معرکه را میآورازن، آراسته میکنن، همین دسترخوان با یک حشمت، خوراکه های بالعزت، ناز، مهربانی، احترام، عزت قبول میکنن، چای میریزن، خلاص یک شیشتی خوب میشود. بعد جواب میدهند، خانه به میآیند، حیران میمونند. بعد زنشان میگن که یگان روز نام نویس کن، من میرم خرید میکنم میبیام، ما هم یک روز یک دعوتی میکنیم، همین همسایه خانه به دعوت میکنیم. خلاص همین گونه اون وظیفه ها دوام 10 روز رفتن میگیرد که همین انسانی که کمترین باشد هم از جمعیت بیرون شده بود و تاثیر منفیش بسیار میرسید، آخر لقمه زهرآمیز دهانش خاموش میشود. دوام پس از یک ماه، بعد وقتی که یک نشست به میمانند و همون انسان نیست، بعد میگن که محیط چگونه شد؟ انا همون همسایه‌تان چگونه همسایه بود است؟ همسایه ما همسایه ناز بود است. بعد میگن که وقتی که شما دیگرگون شدید، نگاه شما نسبت اون شخص دیگرگون شد، رفتار شما نسبت شخص دیگرگون شد، گفتارتان دیگرگون شد، همون شخص دیگرگون شد. برای همین هم وقتی که ما با مهر به یک کسی دیگر نگاه میکنیم و کوشش میکنیم در او مهر را جای میدهیم، البته محیط آرام و آسایشته و زیبا میگردد. بعد وای آدم میگن که اگر من در همون حالتی که شما گفته بودید من هم از اون انسان دست میکندم، ممکن که وای آدم از اینجا میرفت، اما ممکن که وای آدم خودش را گم میکرد. وقتی که معاشرت نه از معامله، نه از گفتار، نه از رفتار، نه از زیباگی میشود و خلاص. البته تشکر میگم برای این قدر صحبتی جالب، اندیشه های بکر. البته جوانان ما نورسان که حال و حاضر ما رو میبینند یا والدین برای تربیه فرزندانشان اندیشه خوب کرده باشند، هر یک کار اندازه خود را دارد. اگر پدر و مادر سری وقت از فکر آنها باخبر باشند، یا اینکه خیلی که گفتید محبتشان را تقسیم کرده توانند، از دلی کودک باخبر باشند، از نقشه جوان پدر و مادر آگاه باشند، زندگیشان البته شایسته می شود. باوری داریم که همون فیلم سازانی هستند که امروز جهان را گرفتن با فیلم سازی خود، سینماگرانی مشهور دنیا، آنها به خاطر مبلغ کار کنی همین گونه فیلم ها رو می سازند و به شبکه های اجتماعی پخش می کنند. باید که جوانان ما دست کشند، به جای آن یک فیلم های رومانتیکی بینند، نه فانتاستیکی، فیلم های بینند که در حقیقت محبت آنها را زیاد کنند، در حقیقت جهان بینی آنها را وسیع کنند، دانش آنها را باز روشن‌تر سازند. تشکر میگم برای اینقدر صحبتی جالب و فکرم میکنیم که گل دختران زیبای ما، جوانان هوشمند ما اینجا نشستند، از صحبت شما یک جهان معنی برداشتند، در آینده برای زندگی خود استفاده میبرند و زندگی سالم را به پیش خواهند برد. میتوانید؟ تشکر زیاد استادان عزیز که امروز برای ما جوانان یک موضوع تربیوی را که در حقیقت این یک مسئله جهانی می باشد درک کرده ایتان. وعده می دهیم که همیشه این گفتارهای شما را به جا آوریم، یعنی چقدر که شما کوشش کرده ایستاده تا راه زندگی را برای ما باز کنید و ما از گفته‌های شما همیشه استفاده می‌بریم. با دستی مکتابی ای محبت. عزیزان ارجمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. تمنا میکنیم که خاندانتان آغشته محبت باشد، مهر باشد، صداقت باشد.
تا دیدن دیدار سربلند و سعادتمند باشید. به دل آفتابی ای محبت، به دل آفتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت، به دست ما کتابی ای محبت.